أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله ذوالجلال با پیامبرش می فرماید بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم به این اهل کتاب به یهود و نصارا آیا خبردار کنم شما را به خسارت ترین عمل، به زیان آورنده ترین عمل، آنهایی که در دنیا کوشش میکنند و گمان میکنند که کار خوب انجام دادند. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. آنها میگه کافر شدن به آیات های الله و برو شدن الله و عملهاشون حبطه کردیم، یعنی بیکار شد عملهاشون و در روز قیامت از اون عملهایی که انجام دادند هیچ وزن نداره در ترازوی عمل. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آیاتی و رسلی هزوا. این است مکافات آنها، جهنم، دوزخ، به آن چیزی که کافر شدند و آیاتهای الله و پیامبران الله به مسخره گرفتند. مفسرین کرام میگن که این دلالت دارد به هر دور و زمانی که از کدام دینی که نباشد انسان اگر غیر الله را عبادت میکنه، گاو میپرسته مثل این هندیا، یا که رفته از مزار از برخ ولی و از خواجه عبدال و از خواجه فلانی شفا طلب میکنه، فرزند طلب میکنه، بالای قبر هر یک مرده رفته از اون طلب میکنه، فکر میکنن که یک کار خوب انجام دادن. یک گاو، یک گوسفند، یک بز گرفته برخ ولی میره و در اونجا ذبحش میکنه، در لعنت الله خودش گرفتار میکنه، حالان که از دست اون برخ، از دست اون عبدالله، از دست دیگر هیچی نمیآید. وقتی که ما در نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را عبادت میکنیم ای الله و تنها از تو مدد میجوییم. وقتی که در هر نمازمون در سوره فاتحه میخونیم، پس برای چی رفته از هر مزار و از هر خواجه و از هر فلان شفا طلب کنیم و فرزند طلب کنیم و کشایش کار طلب کنیم؟ در تفسیر خواندم یک مفسر میگه که برای مؤمنان سخت‌ترین تهدید در قرآن همیه که یعنی فکر میکنن که یک کار خوب انجام دادیان، حالان که در روز قیامت میبینه عملهاش که هیچ وزن نداره در نزد الله، در ترازوی عملش همه ای کارهاش حبطه شده است. به همون خاطر همیشه به الله رو بیاریم، به قرآن رو بیاریم، به سنت های پیامبر صلی الله علیه وسلم باید رو بیاریم، همیشه از الله کمک طلب کنیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. وقتی که پرسیدی از الله پرس، وقتی که کمک طلب کردی از الله کمک طلب کن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.